سلام كمسك الختام. آداب مسجد. پدر جان، هنگام به مسجد رفتن کدام آداب‌ها را رعایت کنم؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، وارد گردیدن به مسجد آداب و ترتیب خود را دارد و رعایت آنها برای همه شخصانی به مسجد آمده حتمی می باشد. پسر جان، هنگام در آمدن به مسجد این آداب ها را باید رعایت نماییم. یکم، به مسجد با طهارت و با پای راست در آمدن و دعای آن را خواندن. دوم، از مسجد به پای چپ برآمدن و دعای آن را خواندن. سیوم، در وقت در آمدن کشیدن پای افضال ها. هنگامی به مسجد در آمدن پای افضال ها را کشیده با عزت و اکرام وارد آن می گردند. چهارم، عمل هایی که باعث ناراحتی اطرافیان می گردد نادرست می باشد. از آن جمله پیش از در آمدن به مسجد خوردن پیاز، سیر پیاز، کشیدن سیگار و ناس جایز نیست. پنجم، هنگام نشستن باید روی به سوی قبله باشد. در مسجد پایها را به سوی قبله دراز کردن نشستن، داد زدن، در موضوع دنیا صحبت نمودن جایز نیست. ششم، اگر در مسجد قرائت قرآن کرده شود و یا اینکه امر معروف و نهی منکر گویند، با احترامانه نشسته گوش نمودن ضرور است. و هفتم، شخصانی دیر آمده در جایهای نزدیک خالی نشسته نباید به صفهای پیش حرکت نمایند تا اینکه به دیگر نمازگزاران خلل نرسانند. و هشتم باشد خواندن 2 رکعت نماز تحیه مسجد. وقتی که به مسجد در آمدیم پیش از آنی که بنشینیم 2 رکعت نماز تحیه مسجد را می خوانیم. اینها بودند بعضی از آداب‌های مسجد. فرزندم، بیا اکنون دعاهای هنگام در آمدن به مسجد و خارج شدن از آن را به تو آموزم. هنگام در آمدن به مسجد چنین دعا را می خوانیم: بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. یعنی به نام خدا، درود و سلام بر رسول خدا. خدایا درهای رحمتت را برویم بکشا. و هنگام برآمدن از مسجد چنین دعا را می خوانیم: بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم انی اسألک من فضلک. یعنی به نام خدا، درود و سلام بر رسول خدا. خدایا من فضل تو را خواستارم. فهم پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.